همه در زندگی از امتحان میگذرند. نرگس خواهرکم باز خوابت نبرد. سرور نرگس دخترم سرور نرگس دخترم نرگس سرور دوست داشته ها بعضن با درد، با جدا شوی و با غیب زدن از امتحان میگذرند و هم با داده ها و هم غیب زده ها در این امتحان معنای زندگی را میفهمند. عشق زیبایی حیات را درک میکنند. نرگس بیایید این طرف را بینیم. سرور اگر نیافتیم به پلیس خبر میدیم. علی گیره نکن اونا رو میابیم. نرگسم سروتم فرزندانم. علیا گریه نکن. علیا اینقدر گریه نکن. بیا خیز این جمیله کن. جمیله دیوانه. یا تو با او در اینجا چیکار میکنم؟ شاید او کودک رو دیده باشد. اپای جمیله در اینجا چیکار میکنی؟ کودکویم میآیند. آنها رو انتظارم. از این طرف میآیند. کودکویم میآیند. مادر میگویند. اینجا دو کودک را ندیدیم. یک تاش دختر دیگرش پسر. نه ندیدم. من حتی کودکای خودم را ندیدم. آنها هم نآمدند. اول این طرف را میبینیم و بعد به طرفی راست میبینیم. این زن مگر کودکش را نکشته بود؟ همون کودکانش را کشته باز آنها را انتظار است. میگوید که میآیند دیگر چیزی نمیگوید. تماما عقلش را گم کرده است. بیا رفتیم بیا. خوب نکن نرگس. اگر خواهی با تو افسانه گویی. افسانه گویی خوبم میبرد. مادرم با من افسانه میگفت خوبم میبرد. کودکویم آمدند. کاسیم، زینب، کاسیم، زینب. بچه ها نرگس جویت سرمت بیشترم نگهبان باش. نرگس دخترم از دستت کار نمیآید. رها طرف کجا شدند؟
با شعبه خبر دادیم کافتکاب را سر کردن با پلیس خبر دادیم انشالله میابند. علی شنیدی؟ انشالله آنها رو میابند. تو زیر نشو. همش عیبی تو، همش از برای تو. علی چی شد؟ بس کنم. کودکانم رو یافته بیار، آنها رو با من برگردان. علی آرام شو دخترم، آرام شو. یافت میشوند دخترم، میبینی؟ البته یافت میشوند. تگی زمین در اومدن تو از یکونجا میبرویم. خدایا توبه. اگر به سرشون یکون بلا اومده باشد چی؟ چند روز پیش در تلویزیون دیدم 2 برادر در کوه گم شدند. پلیس جسدی آنها رو پیدا کرده است. گرگ آنها رو پاره کرده است. خدایا من چی گفتم؟ مادر ها؟ گریه نکن دخترم، گریه نکن. امیدت رو از خدا نکن. آپای علیه، من هم در مکتب از طلبا خواهش میکنم. آنها از دهه‌های دور هستند. با آنها میگویم میکوبند. آنها رو میابیم. انشالله میابیم. جمیله دیوانه، جمیله قاتل. دوست گم شو از اینجا، گم شو. سلام دخترها. وظیفه خانگتون رو جور کردم. البر با پیشت نگاه کن. یک طرف یک طرف. چیکار نکنن؟ سنم رفتیم دخترها، رفتیم. گیرین را داغن التماس، من گپم رو گفتم، قرارم رو برآوردم. در پیش مکتب جنجال نکنیم. گیرین را این کار تمام داغن، نمیفهمی؟ بخشش میپرسم، دیگر به تو دروغ نمیگویم. بعد میگویم میلش. تو را دوست میدارم سنم. از تو هیچگاه کنده نمیشوم. وظیفه خانگی رو با من میدی یا نه؟ منیده زود. لیکن البته من مال ما جنگ میکند. یک بیشتر گپ نزن. ده جنگ میکند. البر تو چیکار کرده ایستاده ای؟ کنی از رفیقت بخشش پرس زودتر. بی تربیه. وای ببخش مرا البر، من نمیخواستم. لیکن زده حسابی رو میدهی البر. دویا به طلبان دست برداشتم. عصبایم تماما خرابند. دوغن مرحمت نوشی جان. سرما و شعبه پلیس زنگ زده دخترم. کودک را یافتند. تا حال گفته ایستادن پدر. عمر آمد. خیر من میروم. خیر تو دیدن. حمزه تو با من گوش کن. بیا هنوز بر وقت است. از توی دست کشیم. دخترمون رو حیف نکنیم. خوابهایی بد میبینم. گوش کن حلیمه، عموما نسب‌های من خراب شدن. برای کودک ها باز تو هرچی گفته اونها رو بدتر نکن. قرارم قطعی است. فهمیدی؟ توبه قطعی بوده است. حالا میبینیم حمزه.
دوچرخه رو چیکار میکند؟ کودکایش نمرده است مگر؟ جمیله تماما دیوانه شده است. پولش را داد یا نه؟ داد البته میدهد. دور این از رفت گفتم گم شده دور شده از من نرسید رفت گفتم گم شده بچه ها اپای جمیله رو ناراحت نکنید. کنی روید و خانه هاتون روید. اکرمر این زن کودکش را کشته است و قاتل است. قاتل. آی بس بچه ها آخه روی از شما کلان است. کنی رفته در دیگر جای بازی کنید. روید زودتر کنی. اپای جمیله در تهلوکه است. حس نکردی؟ الو؟ بله مایلش در درآمدگاه مکتب. این سنم است. با من صحبت کردن میخواهد. مایل شما سنم تو رو انتظار است. رو. سرما ایستا. بچه ها جانهای من نرگس و ثروت را بسیاری شما میشناسید. آنها از دیروز باز غیب زدند. پلیس آنها را در همه جای میکوبد. از شما خواهش شما هم گرد و اطراف را بینید پرسید. برای من این کار را میکنید. تشکر. الپر تو چیکار کرده ایستاده؟ بچه ها میتوانید برای مایلش معلم. تشکر. از شما خواهش میکنم اگر دیدید در حال خبر دید. یگون چیشو نویزیم و شما خبر نیدید. لیکی خودتون را احتیاط کنید مایلش. مایل. برای من روزگان جواب بدی. سلام. از کودک‌ها یگون خبر هست؟ به خدا هوش و یادم در آنها هست. من هم مثل شما هوشم در آنهاست. میترسم به سرشون یگون فلاکت ناومده باشد. خدا نگه دارد. بفرمایید شما را گوش میکنم. وای شما کی فکرت هستید؟ بله. وای با فکرم کودکای شما گم شدند. بله آنها را دیدید؟ آنها را دیدید؟ گپ زنید. وای آنها رو در علیا تو در اینجا نیست. فکرت خدا با مادر و پدرش صبر دهد. با همش تو گناهگار.
جمیله کجا رفته باشده؟ نرگیس 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 آقا اینجا کجاست؟ نمیدونم از آن چقری ما رو برآوردن. مادرم در کجاست؟ سرم در میکند. خونم خوردم. اما مثلی آتش میسوزی نرگیس. مادرم من از مادرم میخواهم. مایلش خواهرکم. نبیرهایم را صاحبی نکردید. شما چقدر پدر و مادر هستید؟ همش از بی اهمیتی تو کلین. بغیر از گریه کردن چیزی را نمیدانی. با کودکایت مادری میکردی خیلی میشد. باشی به این بیچاره چی داد میزنی؟ گناهی بای چیز کنی بگوی. اگر گناهگار را کفتنی باشی های 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 خدا ما چی ها میگوییم. حاضر وقت همین گپ باز بگر. بیو رفتیم. بیو سرم تو میخورد. رفتیم از اینجا بر اومدن نمونازیم. رفتیم زودتر. بیو با نبیرهایم یکان چی شود؟ بعد میبینی تو را چی کار میکنم. در این دنیا زنده نمیمانم. فهمیدی؟ زنده نمیمانم. این هم زندگی کردنت بیفایده است کلین. چی این خیلی نگاه میکنی؟ گبزن کنی؟ در کجا هستن بیرهای من؟ گبزن در کجا؟ در کجا؟ بس است من مادر هستم. مادر آیا شما میدونید که چقدر مادر میسوزد؟ میدونید؟ بس است آخر بس. با من دو زدرش رو دیدی؟ برسیدی تقویش خسورش. مگر بزن همین خیل داد میزند؟ میکوشی زنی بیچاره رو قرباقه رو زیر کنی وقاس میزند. علیا دخترم علیا درو کشو. خدای جان مدد کن. فرزندانم را در پناهت نگاه دار. دیگر به یگانجا نمی روید. مرا تنها نمی گذارید. نه دخترم زینب. فرزندانی ما فرزندان شما نیستیم. ما آینه خودمان را داریم. سر دید ما را سر دید. شما آخی یگان کار کردن نمیتواند. من هستم. سر دید ما را سر دید. نرست بخوره. درو کشویه. سر دید درو. کشویه درو. سر دید مرو. سر دید مرو. کنیستو ببخش مرا عمر. کمی عصبی هستم. از یک طرف گم شدنی ثروت و نرگس، از طرف دیگر دوغان. با من کمک کن. برای چی کار کرده میتونم؟ با دوغان صحبت کن. با او فهمون که من او رو دوست نمیدارم. من او رو نمیخوام. میفهمم. بله صحبت میکنیم بیتار. چی یگان گپ داری؟ از تو بخشش میخواهم. پشیمانم. بخشش. دیگر چیکار کنم برایت؟ چی میخوایی؟ گوش کن دوغان. تو همراه نشو. دوغان حاضر وقتی این گپا نیست. حالی سنم رو میدونی. باز کودک ها. چرا تو او رو این قدر حمایه میکنی؟ سنم رو هم کشیده گریفنی؟ گپ های بیمعنی نزن دوغان.
لازم نیست عمر. التماس. اما این خیلی نمیشه. سرمه را از دستم گرفتی. سنم را نمیدیم. خودش چیگاه؟ ممنون نیستم که به هر کس دیان. من قرارم رو خودم میبرانم. فهمیدی دوغان؟ نباشد قرارت را برار. زودتر برار. وگرنه نه برای تو دوچرخه گرفتم. نگاه کن چقدر معقول شد. با من فقط میگفتی که دوچرخه که بود. سوار شو کوزیم. سوار شو. نامی من کوزیم نیست. نامی من ثروت. با من دوچرخه شما در کار نیست. سر دید ما رو. به خونه رفتن میخواهیم. جمیله دیوانو. با مادرت گپ نگردان کوزیم. گپ نگردان. شما قاتل هستید. شما فرزندانی خودتون را کشتید. ما را سر دید. نباشد پلیس شما را حبس میکند. کوزیم برای تو گرفتم این رو. این از آنی تو قاتل. کوزیم قاتل. به خونه درو. نسبت مادر به حرمتی نمی کنند. به تو نمی زیبت بیسرم. عیب. نرگس خواهرم را کشتی. قاتل. خواهرم را کشتی. زینب دخترم زنده است. بیمار است. بیمار. دخترم زینبم. نامیوای زینب نه. نامیوای نرگس. خاله جان التماس ما را رها کنید. خواهرم تب دارد. بیمار شده است. التماس. دخترم تب دارد لیکن مادرت تو را شفا میدهد. شفا میدهد. او را به دکتر بردن آدم. به دکتر. شما مرا کی میحسابید اپای حلیمه؟ پولتون را گیرید و از اینجا روید. خدایا زود خفه نشو. شوخی کردم. فراموش کن جانکم. فراموش کن. به من گوش کن. ای سیل میدونی همه درباره تو چی ها میگویم؟ میدونم. نمیدونم اگر با گفتی آنها گویا من به خانم مردها رو میآوردم و ناموسم را به پول میفروختم. آخر بی صاحبم کو. تنهایم کو. لیکن خدا همش رو میبیند. همه این دروغ است. تهمت مردم است. تهمت است. البته من هم برای همین به نزد اومدم. خسته اومدم جونکم. گوش کن دخترم. میخواهی دانی که از این آوازه ها چخیل خلاص شوی؟ چی طور؟ من هم برای همین به نزد تو اومدم. این داروها رو گرفته سحر و بیگاه یک دونگی خورید مایلش. خوب شده است. سلامت باشید. تشکر. مرحمت نه. دکتر خوش آمدید اپای جمیله. با شما چی شد؟ بیمار شد؟ بسیار تب. بیمار هستم. تب ندارید؟ با شما چی شد؟ تب. با من دارو. بیاید شما رو معاینه کنم. با من دارو ده. یکون چیز ده که ضرر ندهد. دارو گرفتم. سلام سرما. سلام. کارت کی تمام می شود؟ نهایت آمده توانستی عمر. با فکرم از سنم جدا شدن برایت خیلی مشکل بود. چی شد سرما؟ چی گفتن میخواهی؟ مرحمت اپا. خدا را شکر که جوان هستی. خیلی زیبا هستی. در این محله از تو زیباتر کسی نیست. البته از پسی آدمانی زیبا غیبت ها می شود. با آنها چشم می رسد می گویند. باور نمی کنی دخترم؟
با من گوش کن. با یک مردی به ناموس خانه‌دار شو. انا بعد هیچ کس از پست گپ نمیزند دخترم. من برایت یک کس را یافتم. میدونی وی کی؟ دختر. کی؟ دختر؟ بله، من عمر رو میگویم. من غم دخترم رو میخورم. او رو از دستی عمر خلاص کردنیم. تو با عمر خانه‌دار شو. نه، وی آدم گنده نیست. تو رو نغز میدونی. همه دخترای محله با او مثل قند چسبیده گرفتن. سبب او رو نخواستن من مسئله اویلوی. تو مرا فهمیدی؟ یا اینکه خدایا اپی حلیمه واهیمه نکنه. تو با من گوش کن. واهیمه میکنم یا نمیکنم؟ اول فهمیده گیر. السلام علیکم. و علیکم السلام. تا حال خبر نیست که؟ نیست. ثروت رو خیلی دوست می داشتم. هیچ خیلی گپ باشیم. انشالله کودک ها پیدا میشن. چی علاج؟ از دستمون هیچ چیز نمی آید. همه خیلی نشسته انتظار میشویم. با غیر از دعا کردن دیگر از دستمون هیچ کار نمی آید. باشیم همان مسئله رو حل میکردیم. کدام مسئله رو؟ مسئله علی رو. اکا در این خصوص بهتر گم میزنیم. نه این کار رو باید زودتر حل کنیم. گوش کن هاشم. حاضر رفته حجت های مال ملک علی رو که با گرا گذاشته بودی میبرداری. ما باشیم پول قرضایت رو جمع میکنیم. چقدر قرض داری؟ اشما دل ندارید که بوز در غمی جان و قصاب در غمی کربو نبیره های من گم شدن. جان و جگرم می سوزد. من در چی خیالم فقط در چی خیالم. گفتم که حاضر وقتی این گپ ها نیست. توبه خوب نشد. تو با من گوش کن. به خانه‌دار شویت من کمک میکنم. من عمر رو نغز میدونم. دلش صاف است. زود باور هم هست. اگر باز نامش براید از شرم نه اینکه به تو بلکه به زنی کلانسال هم خانه‌دار میشود. تو تنها گفته ای مرا کن. بسیار فکر نکن. این کاری شدنی. تو چه گم میکنی؟ نامت با عمر برایت شد؟ به خدا از غیبت بیزار شدم. البته با یگان مردی به ناموس خانه‌دار شدن میخواهم. مایلش آخر من هم برای همین کوشش کرده ایستادم. از این کار هم تو و هم من برد میکنیم. دخترم در این زمان کارها همین خیل حل میشوند. و شوهر ناک نیست که پخته به دهانت درآید. باید یگان حیله کنی. این چی بدی دارد؟ میترسم اپا جان. تو رقم تلفنت رو در یگان کاغذ نوشته به من ده. وقتش آید من به تو زنگ میزنم. فهمیدی؟ ای دختر فهمیدی؟ سنم دخترم با فکرم تو چه غمی داری؟ مهم نیست اما مهم نیست. داغن تو رو ناراحت میکند. میبینم الان او یک دم آرام ایستاده نمیتواند. آه دخترم بچه بیچاره رو دیوانه کردم. داغن آدمی بد نیست. دایم پدرش مست شده کودک بیچاره رو میزد، دشنام میداد، به عزت نفسش میرسید. مادرش رو از خانه پیش کرد. بیچاره مهری مادری رو ندیده، همه وقت به مهربانی محتاج بود.
زودتر بیا خانم بیا رفتیم کوزیمم زینبم برای شما دورو آوردم صحت میشوی زینبم صحت بیا نرگس بیا کمتر دیگر مونده است زودتر باش دیموس نرگس دقت کن خواهرکم زودتر خلا نرگس بچه ها بیایی خونه میروی خونه میخورید اینجا در اینجا خونه میروی رفتیم توبه اینها نبیره های گم شده ای صدیقه نیستن مگر؟ این چی کارد؟ من معلمه تو هستم سردید مرو سردید روکت من از این مدیر میرویم تو رو یک جدو دیم بعد میفهمی آره سردید گفتم البر ایستو گفتم اپای جمیله در رو کشوید کشوید گفتم در رو کشوید شما هم یک دیدید اپا آنها فرزندانی من بودن اوخی با اونها مونند بودن فکر کشو در آخر نرگیس دوست دارم نرگیس سروت فرزندان بجایید همه جو رو بینید من بالا رو میبینم بجایید او رو جزا دادن لازم جای این خیلی طلبه مکتب نیست توبه به طرف من کورد کشید تصور کرده میتونید به طرف معلمه کورد کشید باور میکنید الپر نسبت همه معلم ها همین خیل است از همه طلبه ها دشوار تربیه میدونی چرا او این طور میکند به فکر من اول باید سببش رو فهمیسنم دردی سرم خدایا این زن به کجا رفته باشده اپا شما باوری دارید کودکای دیده‌تان نرگس و ثروت بودن به خدا انیق نمیدونم شاید خطا کردم لیکن مونند بودند ببخشید انیق گفته نمیتوانم شاید این زن کودکا رو گرفته خانه رو ترک کرده باشن رفتیم اطراف رو میبینیم رفتیم علی رفتیم چی شد؟ نیفتید ها؟ آنها رو نیفتیم پدر
چرا کسی که کلین گرفت دست خطا کرده است؟ چخیلی که میگویند به خانه کلین رو دیرو به سرت آمده را بین. کودکت را صاحبی نکردی. چخیلی که گم کردی رفته یافته بیار. دیوانه شده مگر او را به حالش گذار. یا اینکه نبیره هایم را یافته می‌آورد یا از این خانه دفع می‌شود. چه نگاه میکنی ها؟ گم شو از این خانه. از روزی که تو به این خانه آمدی با سرمون بالا آمد. گم شو. بس هست. با زن من کردور نشوید. دخترم با پسری من نگرید. چون بود خروش شده برزید پدرش میبراید. پدر اگر یک باری دیگر باز با او گپ زنید من شما را گپزن کردی چکار میکنی؟ میکشی. گپزن قاتلی پدر میشم گوی. چخیلی که میگوین کسی با عقل زن کار کند مردم از او عار کند. حیف. زیغ نشه آلیا. اونها رو میابیم. رفتیم دخترم رفتیم. این رو یک نفر از چاه یافته است. یا خدایا. این از نرگس است. از این معلوم می شود که کودک ها به چاه فرآمدند. لیکن چطور از اونجا برآمدند یا کسی آنها رو برآورد؟ شما خاطر نشوید. ما کافتکاب رو دوام میدهیم. نگاه کنید برای شما چی آوردم. لباس گرفتم. پوش زینب. اینش رو تو پوش پسرم. به خاطری من پوشید. میپوشیدم. من مادرم رو میخواهم. ما کودکان شما نستیم. فهمیدید؟ نستیم. و کجا رفته باشن این کودکا؟ من حیرانم. یگون چاره باید باشه. یگون کار کردن لازم. شما چی میگوید قربان؟ چی گویم؟ همزدا دارم. از ملا احمد شنیده بودم یکی کاری با معنی است. گوش کنید 4 مرد با نیت یکدیگر را کشتن به راه میبرایند. هدفی همشون یک بود. یک فرصت یافته رفیقش را کشتن. تیپه را گذشته از یک صحرا برآمدند. بیابان است این. آدمی خوب مثل که همه جای ها می سوزد. باز به طوفان قم افتیدند. وای به حال آنها. 4 رفیقی که یکدیگر را کشتن می خواستند به 4 طرفی بیابان پرتافته می شوند. یکدیگر را گم کرده. بعد از این هر شب غم، درد، بی‌آبی، گرسنگی، باز شیر، پلنگ، مار، غریب‌ها پریشان شدند. قهری کشتن یکدیگر را فراموش کردند. برای از وی صحرا نجات یافتن به یکدیگر دست دادند. قدر یکدیگر را فهمیدند. حسرت یکدیگر می‌کردند. از دلشان قهر و غضب برآمده رفته است. بعد شما می‌دانید چی شد؟ خداوند آنها را در یک جا جمع آورد. با آغوش یکدیگر را گرفته گریه کردند. برادر شدند و بیابان را هیچ وقت فراموش نکردند. چون که دوستیشان را قرضی و بیابان می‌دانستند. حیات این خیل از برادران. بعضا بس هر دردها غمهای آمده بلاست، اما در اصل باشد این رحمت است. خیلی که میگویند انسان قدر یک چیز را وقتی گم میشود میفهمیده است.
یک چیز را که گم کردی خدا البته چیزی دیگر میگه. وقتی یفتی به قلبت جا کنی هیچ وقت گم نمی شود. قربان شما چی ها میگویید؟ من هیچ چیز رو نمیفهمم. آقای حمزه ما هم آدم هستیم، نفس کلان است، گپ زده میشیند. همین طور عزیزم، بعضا عقلت رو بعضا دلت رو میبرد. بس کن میگویی بس نمیکند، ایستا میگویی نمیایستد. برای او را من کردن بعضی وقتا همه خیلی یک شپلا زدن لازم میشود. چه ها میگویید؟ دردی ما از سرمون برآمده است. دردی تو از سرت برآمده است همین طور باید خندم. کسی که دردش زیاد است برای درمان یافتن اول به همه درد داشتگی ها درمان تقسیم میکند. علم خیر دستش را باز میکند. دستت را بردار بلندتر بردار، باز کمی کفایه. چقدر که میخوایی خواستم یه عمیق جواب میآید. خداحافظ. خدایا به ما صبر ده. او چی گفت؟ شما یکمان چی فهمیدید؟ هم فهمیدید؟ نرگسم دخترم علیا ایستو، با کجا میروی؟ فکرت پسرم از پسش رفت، باز یکم کار نکنه. دو علیا علیا ایستو علیا. کوف کرده است. شد نرگس گیره نکن، تو رو از اینجا میبرارم. من که مادرم رفتن میخواهم. میرویم، لیکن اول گفته ما رو میکنی. میلش میدونی و زیر چی کار میکنی؟ علیا جایی که یوسف را از یعقوبش گرفته ای، جایی که به دل مادرها درد آورده ای. من یوسفم را گم کردم و به اینجا آمده است. مادامی که اونها را گرفتی پس به کجا پرتافتی؟ گپ زن چو فرزندانم را کجا کردی؟ گپ زن. نرگسم در کجاست؟ ثروتم کجاست؟ علیا شو بس کن شو. فرزندهایم در کجایم فکرت؟ شد تمام. علیا خیز رفتیم. خاموش. فرزندهایم لباسهایتان رو پوشیدید. میدونستم که مادرتان رو نمیرنجونید. نگاه کنید برای شما چی گرفتم. نگاه کنید. جون و جگرهای من. مرحمت علی. تشکر، دستتان درد را نبیند. نوشی جان شود. همه هوش و یادم در کودک ها. آنها یافت شوند بعد راحت میشوند. انشاءالله به سرشان یکون چیز نآمده است. باید توی میکنیم. خراجات های زیاد لازم نیست. در بین خودم توی میکنیم. انشاءالله. مال و ملک تو رو هم برگردانده گیریم. کارهای کرده هاشم رو دیدید؟
با کی کفیل شده است؟ چرا کفیل شده است؟ اینقدر قرضدار. پدر، در پهلویمان مثل درخت چنار می ایستادید. در اینجا بودنتان با ما قوت می بخشید. این اویله رو اداره کردن چقدر مشکل بوده است. این رو نه فهمیدم. قدرتان رو ندانستیم. لایق شما نشده. شما رو اکنون میفهمیم. خوب مایلش. پول قرضی هاشین رو یابیم و زودتر مال ملکت رو برگردون گیریم. تو هم کارت رو سر کن. تشکر اکا. و تو هم تشکر. امروز احوالت تماما خوب نیست. سرم بسیار چرخ میزند. نرگس و ثروت تو خوب پیدا نشدن. دردی و یک طرف، از طرف دیگر دوغم. میترسم یگون به عقلی بکنم. باز الپر هر دو ما رو به تشویش میآورند. لیکن الپر به فکر من رو باید بینم. این را از سنم گرفتی؟ نه، مانند همین در دست سنم دیده بودم. میبینم که رفت و آید با سنم زیاد شده است. چی گفتی؟ سنم را میگویم نشست و خیزت بیرون نمیگذرد. یعنی که یک دیگرتان رو خیلی خوب میفهمید. سرما روشن‌تر گپ زده میتوانی؟ از این هم روشن‌تر؟ آفرین به دختری من، دختری مادرش. سرما تو حادثه های بوده را نمیبینی یا دیدن نمیخواهی؟ از برای خدا مگر نمیبینی بین دوغم و سنم چی شده ایستاده است؟ بیچاره دختر حیران، با او باید کمک رسانیم. احوالش خیلی بد است، فکر کن. ما در پهلویش نباشیم کی میشود سرما؟ باز در این خیل وضعیت وقتی که کودکا گم شدند تو چی فکرهای بی‌معنی میکنی؟ دوغان رو میدونی اگر به غضب باید دیوانه میشود و کاری کردهش رو نمیدوند. میترسم که به سنم یگون ضرر نرساند. راست میگی عمر. ببخش. عمر اینجا بیا پسرم. روزی تویت را معین کنی. آمدم پدر. از این گوشه در آمد، از دیگرش بر آمد. عقلی دختری مادر کجاست؟ دختری به عقلم، چرا به مرتا زود باور میکنی؟ خونده دکتر شدی، چی شد؟ وکی خانه دور میشوی نمیدانی وای پسر تو را میسوزاند، در آتش میسوزاند. مادر التماس، فقط یک چیز رو میدونی، التماس. از اون که ناز میکنی عقلت را کار فرما. التماس. امک لبای دخترم، من این سراغه رو میکوبم. بینم. این خانه رو میکوبید در آخری راه، خانه سفید. به همین طرف؟ بله. تشکر. استا ایوان، تو چی گفتی نگریز؟ استا میگویم میکشم تو را. با پدرت گپ میگردونی ها؟ پدر بس میگفتم سیتیمان میبرایی ها؟ من چرا استاد پمجه خد رو میبرارم؟ پدر نزنی. با من گپ میگردونی ها؟ با پدری خودت؟ ای تکش کن تلویزر. ای تو مرا زدنی؟ تو مرا میزنی؟ گیره دستتون رو. بچه فرزند شما باشم پدر، سنگ میبودم بهتر بود. بدمست. چی گفتی؟ مرا بدمست گفتی ها؟ تو مرا پدرت را مای پرست گفتی ها؟ چخل به این زبانت گشت؟ پدرم هستید. شما کی به من پدری کردید؟ کی؟ توی مرا میزنید، خسی مادرم را از من میگیرید، نوشیده اومده مرا میزنید. مادرم برای من شده تو خد میکرده، برای من نرفته. شما او رو پیش کردید. شما مرا از مادرم جدا کردید. شما چه خیل پدر هستید؟ پدر
من رو از مادرم جدا کرده. پدر شدم برایم چیکار کرده؟ شما کنی گپ زنید چیکار کرده؟ مگر من رو صاحبی کرده توانستید پدر؟ کدام وقت صاحبی کرده؟ کدام وقت؟ بزنم تو کاردار نشن نباشد تو رو هم بزنم. من در این خانه چیزی که میگویم همون نشود. فهمیدی مرد کنی زن از دستی تو همه کار میواید. کنی زن پدرت را تو با پدرت دست میبرداری آدم پاس ترسم چک دمت رو گیر. پدر نگوی. هم با پدرت دست میبرداری هم پدر میگویی. تفو حیف با تو. حیفی خدمت هایی دادم کار نمد. حیف تو. تفو برای من چی کار کرده؟ فقط نوشیده مرا زده. مادرم رو از من جدا کرده. کی مرا صاحبی کرده. در بدر کلان شدم. کی مرا صاحبی کرده. کی پدر برای من چیکار کرده؟ کی مرا صاحبی کرده. فقط نوشیده. ایستید. شما کیستید؟ معلمه؟ او گناه کرد همین طور نه معلمه. این بیسواد گناه کرد برای همین به نزد من اومدید. ایستید. نه او یگان گناه نکرده است. الپر خیلی طلبه خوب است و بسیار باسواد است. پسری من؟ استاد شما شاید خطا میکنید. این کودک پیش از شیطان تولد شده است. التماس این خیلی نگوید. آخر او پسرتون می شود. او رو صاحبی کرده کمتر هم باشد به او مهربان شوید. الپر خیلی طلبه خوب و سواد است. اگر کمتری دیگر کوشش کند در مکتب شاید جوی اول رو گیرد. سبب به اینجا آمدنم همین است. مسئول همه این شما هستید. شما پدری خوب شده به او نمونه شوید. در آینده شما می توانید با او فخر کنید. او خیلی ذهنی تیز دارد. خیلی لیاقتمند است. اگر الپر بعضا غضبش رو اداره کرده نتواند یگون گناه کند با نرمی به او فهمونید. چون که آنها هم مشکلی های خود رو دارند. غمی خود رو دارند. همین طور نه الپر جون؟ اگر او رو صاحبی نکنید الپر هم برای شما و هم برای دولت مشکلی های زیاده می آورد. چون که کسی رو می شناسم که فهمیدم خانم سنم. فهمیدم. بگذار همین خیل شود. بگذار
خلاص شدیم نرگس. به خونه می رویم. زودتر. اکا جون نگاه کن، اما جونم رفته شده است. زودتر دویده. فشارتون کمتر بلند شده است اپای علیا. دارو گرفتنتون لازم. اصلا باید شما با بیمارخانه می آمدید. دخترم خودت رو خورده تمام کردی آخر. این خیل نکن، با صبر کن. پلیس آنها رو بروزگی خدا می آبد. کجایید؟ شیری نکنم. خدا جان آنها رو با من برگردون. التماس اپای علیا کمتر استراحت کنید. روز دخترم خیز رفته کمی استراحت کن. خیز رفت. حمزه با من گوش کن. چی میگویم؟ همین مسئله ای توی رو کمی دیرتر مونیم. توی صبر میکند. یک فکر کنیم. سروسی من نشویم حمزه؟ حلیمه تو سحری بر وقت من رو دیوانه کردن میخواهی؟ چه خیلی باز فکر کنیم؟ تمام من دخترم رو دیدم. بعد از این توی دیگر یگان مانع نیست. سرما با عمر خاندار میشود. این مسئله محکم شد. فهمیدی؟ خوب شد. با تو گم زده هم نمیشده است. تو همه خیلی ارزو کرده انگیر حمزه. این دفعه مانع رو من نیو تو میگذاری حمزه. تو رو تبریک میکنم سنم. الپیر رو جزا ندادی. کاری خیلی خوب کردی. میدونی تکه خوب. الپیر رو دیده دوغان به یادم اومد. با کودکی های دوغان مانند است. یعنی یگان معلمه نبوده است که دوغان رو مثل تو محافظت کند. حالا هم نیست. همین طور نیاکا. الپیر معلمه مرا ببخشید. الپیر جان التماس مرا بخشیدید معلمه. شما انسان خوب هستید. مرا باید جزا میدادید چون که من سزاوار جزایم. تو سزاوار جزا نیستی چون که پشیمون شده ای. آدمی که خطایش رو میفهمه سزاوار بخشش و محبت است. تشکر زیاد معلمه. الپیر جان این من باید به تو تشکر گویم چون که چشمم رو شدی خطایم رو فهمیدم. اکنون مناسبتم رو با اوی فصل میکنم. تشکر. اکنون بسیم فدرم. قرارت رو برآوردی. عمر پسرم و من گوش کن. با تو چی میگویم؟ ینگه یگون واقع شد. خدایا خیلی خسته شدم. گوش کن. بیرون از محل خونه برادری من است کو با اونجا رو پسرم. در خونه کسی نباشد هم درش شده است. در درون جیوان یک صندوق کهنه قدیمه هست. همون رو به من آورده میدادی. البته میارم ینگه. کمی کارم سراسیم است پسرم. در حال آورده میدی؟ مایلش ینگه. تشکر پسرم. و خدا کارم نمیشد من هم می اومدم. حاضر نزد حمزه می روم. خیر سلامت باش. سلامت باش. الو ای سیل مسئله حل شد و جای گفتگی هم رو. عمر نزد رفته ایستاده است.
نفهمیدم. پدرم هستید. شما کی به من پدری کردید؟ کی؟ دوی منو میزنید. خسی مادرم را از من میگیرید. کی باشد وای؟ من بکشویم. چی شد البر؟ معلمه یافتم کودک ها رو یافتم. زینب من دخترکم خوش روی کنی من خیزت شید با شما یک مسئله نکن میکنم. میخواهید میخیلی بود نبود در یک زمان یک مادر با دو فرزندش زندگی میکرده است. نام یک کودکش زینب، نام دیگرش کوزیم. آرام شوید ینگه آرام شوید. یک اکم خواهر کوزیم و زینب گپی مادرشون رو گوش نکرده پنهانی از خانه گریختند. به کوه برآمدند. هوا بسیار خنک بود. همه جا یخ میکرد. کوه و سنگ یخ گشت. لیکن زینب با کوزیم فهمیدند که در کوه در تگ یک خرسنگ یک لانه پرنده است. در لانه یک پرنده پایش لنگ زندگی میکرد. کوزیم با زینب برای وی پرنده خوراک دادن. مادرشون رو گوش نکرده از خانه گریختند. به کوه برآمدند. در یخ لغزیدند. در برف غوطیدند. لیکن راهشون را دوام دادند. در کیسه‌شان گندم بود. در راه همش ریخت. زینب و کوزیم در یک چقوری برف میافتند. داد و وای کردند لیکن برآمدن نتوانستند. مادرشون برآمده رفتنشان را دیر فهمید. اول داد و فریاد کرد گفت لیکن پیدا نکرد. یک نفر به کوه رفتن آنها را میگوید. بعد مادرشون سر و سیمه به کوه میدود. در راه دانه های گندم را میبیند. از پسی گندم ریخته راه را دوام میدهد و به آنها را پیدا میکند. فرزندهای مادرش، کوزیمش، زینبش در چقوری برف بودند. فریاد میکند دخترم، پسرم. صدایش رو نمیشنود. نزدیک میشود. با اینجا بیاید بچه هایم. یخ میکنه در آنجا. میگوید آنها نمیشنود. مادرش میرسد که بچه هایش در آنجا یخ کردند. در آنجا ماندند. زود آنها رو به آغوش میگیرد. پسرم، دخترم، نمورد. چشمانتان را گشایید. خواب نروید. بعد آنها را به خانه آورده آب گرم کرده. یک در آورده میبرم. دستانت شکند جمیله. کودکانت را با دستی خود کشتی. دستانت شکند. مادر جان. جانم شیرین دختری خوشبری مادر جان. شما رو یاد کردی. خدا تو میمردی جمیله. ثروتم
پسرم تو میمردی آخه جون کنیم دختره کسی باید پسر جونم میمردی تو میمردی تو میمردی تو میمردی الو چی؟ خدایا حاضر می آیم نزد مادرتون روید از گفته های او رو نبرایید در هوای خنک به جای های دور می رویم نگویید شما فهمیدید خوب شده است خاله جان خاله جان ما را ببخشید من از شما بخشش می پرسم از من نرنجید قهر هم نکنید کودکایم رو از دست دادم من کودکایم رو از دست دادم شما رو خبر گرفته میشه الو چی؟ پسرم تو تا حال نرفته ای؟ سراسی محسم ینگه داغان برای چی این خیل شروع؟ ای وایه چی گپ شده باشد؟ داغان صبر داغان به اخلی نکن همین رو میخواستم از من همین رو میخواستی ولی خواستگیت رو میکنم خودم رو میکشم نه داغان نکن داغان به اخلی نکن داغان بیسارم داغان بیسارم داغان باش داغان نکن بیسارم من در این آیین زیادتیم یکون 10 تن مرا دوست نداشته کسی مرا دوست نداشت داغان بیسارم فرو بیا داغان برو باش داغان یکون 10 تن مرا صاحبی نکرده من حرامی این آیلم یکون 10 تن مرا صاحبی نکرده اما وقت تنها بودم داغان هیچ کس دستم رو نگیریم در بدر کلان شدم گپ زنید کی وقتتون رو برای من صرف کرده داغان پسرم کی من رو صاحبی کرده مگر مرا صاحبی کرده توانستید پدر کدام وقت صاحبی کرده کدام وقت کدام داغان این گناه هست خودکشی گناه هست داغان روزی از من خلاص شدنتون آمد یا خدا یا پدر خودکشی گناه است شاد شوید شاد منو ببخش داغان تشکر خیر
گوش کن دخترم، تو حالا هم در همان جایی. امروز نمی شود، تو به خانه درو. پگاه من به تو خبر میرسونم. میبینی گفته من می شود. تو به من باور نمی کنی؟ همش خوب می شود. ایست آخر پگاه شود انا میبینی. خیلی مالش. مرا بخشیدی. من هم تو را بخشیدم. با مزه هم بیتر نه؟ آهیسته آهیسته اینقدر چلپ چلپ نکن. آهیسته خود تو کاردار را شو. امروز از همه آدم خوشبخترین دنیا هستم. من هم عائله دار شدم. هممون یک عائله هستیم. ای داماد، هم یک سرودخانه. خودی بازر در همین جا آمک. نه خان، شر ندار. یک نگاه کردی قلبم را سوختی، کمری عشق را بگردن آویختی. راضیم باشم گلی باشم. داماد خیره. یک ثانیه حاضر میادم. سنم چی شد؟ سرودم معقول نشد؟ نه، سرودت بد نبود. نمیدونم برای چی نخست تبم خیره شد. حق هستی. تو را رنجاندم، تبت را خیره کردم. به فکری من باید دم گیری. راست میگویی. بگو به خونه باغداری بابایم میروم. با من اجازت میدی؟ البته. چه نیت داری پسرم؟ بعد از تو یک بیمارخانه میکشایم. و فکرم این عید مداوم میشود پدر. نیت خوب پسرم. تشکر. صبحتون بخیر امک. صبح بخیر. عمر بیا تا جای رفتن تو رو برم. رفتیم. خیر پدر. بیا زود باش. تا باز خدا حافظ امک. تا بازدید پدر. تا بازدید. بسیار نیست دخترم، زود برگرد مایلش. خودت رو احتیاط کن مایلش. آخر من دویی با اونجا میروم. چرا خواهر میشوی؟ آخر کی میدونه چی میشود؟ کاش من و اپای علیت هم با تو میرفتیم. لازم نیست مادر جان. خداحافظ. با من کمک نمیکنی عمر؟ در چی مسئله؟ در مسئله سنم. مایلشو آشتی نکردید مگر؟ آشتی کردیم. از کجا دانم؟ شاید سنم به من دلش سوخته است و از همین سبب آشتی کرده است. من از کجا دانم؟ این طور نیست. همین خیلی حس میکنم. مایلش برای تو چیکار کنم؟ با او گپ زن. تو میدانی بچه خواندگی هستی دختور، زبانی او رو میفهمی.
فکرش را فهم. با او باور کردن میخواهم. میفهمی؟ بله میفهمم. نمیخواهم که کسی به من دروغ گوید. مایلش با او گپ میزن. السلام علیکم. و علیکم السلام. در کجاها میگردید آقای آفشین؟ نپرس. نبیره‌هایم گم شده بودند. از برای آنها همه این کار را ماندم. اکنون پیدا شدند. چخیلی که میگویند کار کردیم پول کندیم. میدونی اینها چی هست؟ پولهای قرض. اکای حمزه و علی پولهای قرض رو میدهند، با عوضش زمین را میخواهند. دیم رود مایلش. چخیلی که میگویند با جایی که زاغاید مر روی شود. گیر این حقی تو، اینش هم از من. اکنون حجت ها رو میبرداریم، مال ها رو میدهیم. این فایده برای ما کافی است. آفرین بکد، کله تو خوب کار میکند. کاری کفیل کاری خوب بود هست. اکنون چیزی در گرام مانده را برار. این طور که باشد انا در اینجا امضا کنید. امضا؟ ها، برای بیکار کردن وکالتنامه. راست میگوید. مایلش من اکنون روم. این کار را زود حل کن، در بالای سرمون نیستن. مایلش مایلش خداحافظ. ای چه خیلی که میگویند با شکار که رفتی شکار میکنی. مرحمت. مایلش تشکر. سلامت باشید. سرما سلام عمر، بیا. نه نمیدارویم. به نزد سنم میرویم. چرا؟ داغن خواهش کرد که با او صحبت کنم. میرفتی ناز میشد. چی گفتی ها؟ چی تو باز؟ نه مایلش فهمیدم، میرویم. کاری من هم تمام شد. لباسویم رو عوض کرده زود میآیم. مایلش خانم دکتر، یک بیمار آوردن، تجیلا او را باید بینید. حاضر میآیم. نصیب نبوده است. تو رو اگر خوری کارم که تمام شد من هم میآیم. تو بستی. الو سلام، در کجایی؟ با تو باید صحبت کنم. مایلش با اونجا میآیم. امک قربان چی شد با شما؟ امک قربان با شما چی شد؟ امک قربان با من نگاه کنید. امک قربان جواب دهید. امک قربان جواب دهید میگویم. امک قربان جواب دهید. امک قربان خدایا بخیر کن. فکرت اینها رو برده با پای جمیله دی. خوردنی و پوشیدنی تیار کردم. خوب شده است. امروز تو بر پگو بچه ها میبرند. همین تمنه بچه ها؟ بله مادر جان. خیرم. مایلش تو بستید. شیری نکنی من. حیات یک امتحان است. عقلها به حیله شیطان خیلی ضعیف هستند.
اما شیطان مجبور می کند، از پشتت می شود. کسی را که به هدف گرفته است خالی نمی گذارد، نظارت می کند. با یک خالگی میده برگهای خونش می درآید. سرخ یا سفید بیند سوار می شود، به حجره های مغز سر می درآید. نقشه هایش را نه ایستاده اجرا می کند. قوتش کم است، لیکن پوف کردنش هم کم نیست. آدم های بزرگ را گرگ یک دیگر می کند. همه جای ها چنگ و خاک می شود. غضب، قهر، نفرت و حیله پیش چشم عقل را می گیرد. اگر حیله آسان باشد، اراده پوسیده باشد، از دست چی می آید؟ تاریخ کوتاه انسان همین است و به انسان دروغ گفتند. کیستی؟ شوهر اپای جمیله خیشم می شود. او را دیدنی اومدم. لیکن شدم که تو رو خوشبخت می بینم. اشیل سنم کی هست در آنجا؟ سلام نزدیک نشو نزدیک نشو سنم